سلماس، شهر شطرنجی ایران. شهر سلماس به عنوان مشهورترین شهر شطرنجی ایران پس از زلزله 1309 شمسی که منجر به تخریب کامل آن شد از نو ساخته شده است. این شیوه مدرن از شهرسازی با خیابان‌های شطرنجی و هندسی منظم جلوه‌های ویژه‌ای به این شهر بخشیده است که نظیر آن را در کمتر شهری در ایران میتوان مشاهده کرد. حمام شیخ متعلق به دوره قاجاریه از حمام‌های بزرگ سلماس بوده که اکنون به عنوان موزه مردم شناسی جهت بازدید گردشگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسجد امام حسن سلماس مربوط به دوران قاجار با الگوی مساجد شبستانی با پوشش گنبدی آجری متأثر از معماری قدیمی و تلفیقی از معماری جدید به صورت تک شبستانی و بدون ایوان طراحی شده و دارای 2 مناره و سقف است. امامزاده اسحاق مدفن 4 تن از اولاد امام دهم شیعیان است. نشانه اعتقاد شیعیانی است که مردم این شهر به امامزاده ها و نوادگان امامان معصوم دارند. سلماس، سرزمین تمدن‌های 2000 ساله. تپه اهرنجان. تپه اهرنجان از قدیمی ترین سکونتگاه‌های بشری در خاورمیانه است که تاریخ دیرین این شهر را به نمایش می‌گذارد. کارشناسان معتقدند که تپه اهرنجان محل کارگاه‌های تولیدی انسان‌های باستان از 9000 سال قبل بوده و از این لحاظ ظرفیت منحصر به فردی برای کاوش‌های باستانشناسی و آشنایی با سبک زندگی پیشینیان دارد. کتیبه خانتختی اوج تاریخ سلماس است. این کتیبه نشانگر تصویر اردشیر و شاپور ساسانی است و این نگاره سنگی به مناسبت پیروزی ایران بر روم و فتح ارمنستان به دنبال یک جنگ 30 ساله ساخته شده است. قلعه هدر یکی از قلعه‌های مشهور سلماس است که مربوط به 9000 سال پیش بوده و هنوز نیز بسیاری از چارچوب‌های آن سالم مانده و قابل رؤیت می‌باشد. سطح، کف و سقف و دیوارهای آن بسیار ناصاف و از نظر جنس مساله با دیگر دخمه‌ها تفاوت دارد. سقف گوردخمه به صورت تقریباً گنبدی شکل است. سلماس شهرستان قلعه هاست و تعداد قلعه‌های حفاظتی آن با توجه به قدمت شهر زیاد و چشمگیر است. سنگی چهریق در 25 کیلومتری شهرستان سلماس واقع شده است. خدمت این بنا
به هزاره اول قبل میلاد برمیگردد. این قلعه بر فراز صخره‌ای بلند و در میان رودی به نام زلاچای قرار گرفته است. نقوش حک شده به روی سنگ‌های آن نشان از ساخته شدن قلعه در زمان اورارتوها می‌دهد. قلعه چهرق از معروفترین و بزرگترین و باشکوه‌ترین قلعه‌های سلماس است که در روستای چهرق سفلا قرار دارد. روستای هفتوان در 5 کیلومتری شهرستان سلماس دارای یک کلیسای قدیمی متعلق به ارامنه مربوط به دوران صفوی است. در محوطه حیاط کلیسا بقایای دیواره قدیمی تئاتر شهر نیز به چشم می‌خورد. سلماس سرزمین آبها. رودخانه زولا باغات و مزارع شهرستان سلماس را سیراب می‌کند و ایجاد سد در مسیر آن دریاچه‌ای زیبا پدید آورده که ضمن ذخیره آب مکانی زیبا برای تفریح و تفرج مردمان گردیده است. وجود رودخانه‌های پرآب و بارش‌های پاییزی و زمستانی به توسعه کشاورزی در این منطقه کمک شایانی نموده است. سلماس یک شهرستان با رویکرد کشاورزی و دامپروری است، لذا محصولات لبنی بیشماری دارد و پنیر مشهور سلماس در این منطقه تولید می‌گردد. از زیبایی‌های کم نظیر سلماس وجود آبشار بلندی به نام خرخر است که از بلندی‌ها جاری بوده و طبیعت بکر و سرسبز در اطراف خود آفریده است. همچنین روستای ایستیسو یا آبگرد با داشتن چشمه‌های گرم معدنی و تأسیسات گردشگری و رفاهی که در آن ایجاد شده است، از معروف‌ترین مناطق توریستی و آب درمانی سلماس می‌باشد. سلماس با طبیعتی سرسبز، دره‌های پرآب و کوه‌های بلند و باشکوه مشتاقان طبیعت را به خود فرا می‌خواند. اینجا سلماس شهر شطرنجی ایران است.